درود بینندگان گرامی، اینک نمایش نوبتی رنگین کمان را منظور شما می نماییم. امروز در جریان برنامه راجع به عاید تعلیم در دانشگاه دولتی ترمیز، دقیق ترش فاکولته فیلولوژی روس و زبانهای شرق، گروه تاجیکی نقل می نماییم. از روز اول تأسیس کاتدرا تا امروز عالمان و استادان صاحب تجربه در این مسکن علم فعالیت خود را آغاز نمودند، برابر درس گفتند، در نوشتن رساله و مقاله های علمی سهم گذار می باشند. چو با آدمی جفت گردد پری، نگوید پری جز به لفظی دری. گرچه هندی در زوبه شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. در کاتدرای ما همگی 12 نفر استادان اینجا فعالیت میکنند، به طالب علمان درس میگویند و از بین اینها خاصتا اکثریتشان به ایجاد نیز شغل میورزند. در کاتدرا خواستن از استادانی که در برابر تعلیم اینچنین به شعر و شاعری نیز محبت دارند، ذوق دارند، دلافروز مقیمی، یعنی که دلافروز مقیمی و جمشید جمعخلوف و بنده نیز کم کم مشق شعر میکنند. از دفتر و دیوان دلم چند نویسم، و از حال پریشان دلم چند نویسم. از ترمیز و خوقند و سمرقند و بخاراش، از نخشب و سرخان دلم چند نویسم. چون مولوی روم به لب زمزمه عشق، از نای نیستان دلم چند نویسم. چون بحر خروشد گه و خاموش شود باز، از دجله و عمان دلم چند نویسم. گه بیدل و دیوانه و سودایی بخوانند، گه بیدل و دیوانه و سودایی بخوانند، از رتبه و عنوان دلم چند نویسم. از شعر زرافشان دلم چند نویسم، با سبک خراسان دلم چند نویسم. همچنین استادان کاتدرا بغیر از شعبه تاجیکی در شعبه های تاریخ، زبان و ادبیات ازبک، از فن زبان فارسی و عربی نیز درس میگویند. درس‌های نظریوی و عملی همه فن‌های تعلیمی کاتدرا در اساس برنامه‌های تعلیمی و طلبات‌های زمان معاصر جوابگو است. همکاری‌های دانشگاهی که ما داریم بین دانشگاه ما و دانشگاه‌های تاجیکستان، از جمله دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه به نام عینی، دانشگاه به نام ابو عبدالله رودکی، شعبه آثارهای خطی، نتیجه خود را داده ایستاده است. در ساحه علم بیشتر استادان ما امروز به تحقیق بعضی مسائل های ادبیات که تا امروز کار نشده است سر و کار دارند. از جمله معلمه قربانعلی و مغفرت با تحقیق یکی از تذکره های بسیار مهم، تذکره تو شعرای مطربی سمرقندی مشغول است که امروز این کتاب در خوجند به طبع رسیده است. بر علاوه این، چون یادرس شدم، اعضاهای مرکزی تاجیکان ما چون گفتم که با شعر و شاعری مشغول هستند، دستاوردهای آنها مثلا بر کتاب‌های من هم خیلی کتاب‌های خیلی زیبا که در تاجیکستان به چاپ رسیده است، مثلا از جمله نوشته‌های شاعر جمشید جمعخلوف، دلافروز مقیم و الهام ایشانقلوف مثلا بعد این کتاب‌ها چاپ شده است. یا این کتاب دیگری که با نام 40 دختران خیلی زیبا به چاپ رسیده است. در اینجا 19 تا شعر شاعره دلافروز مقیم و در اینجا جای داده شده است. من اینها رو میتوانیم همکاری‌های سالهای آخر شمارید. من همین کتاب‌ها امروز دسترسی ما شده است. ما از این خرسند هستیم که مثلا من هم خیلی همکاری‌ها بین تاجیکانی که در ازبکستان کار عمل میکنند و فعال مرکزی تاجیکان هستند، امروز تألیف‌های آنها در تاجیکستان به طبع میرسد. همزمان کاتدرا با کارهای تربیوی دقت جدی داده به تربیت اخلاقی و مدنی دانشجویان مشغول است. در نزد کاتدرا محفل علمی دانشجویان
با نام چشمه ادب فعالیت دارد. در محفل سلسله گزارشی معروضه های علمی، قرائت شعری دانشجویان تحلیل و بررسی می گردد و محفل استادان دانشگاه راهبری می کنند. بگشاد راهی دوستی را دلکشایی دو خلق، شد با طرف دل آشنا از آشنایی دو خلق. گوشی همه بود انتظار این نوید، امروز عید آمد صدای آشتی از هم صدایی دو خلق. ممنون شد از این پیک روحی جامعی صلح انتظار، روحی نوایی شاد شد از هم نوایی دو خلق. شمعی رفاقت ها نشد خاموش از بادی فراق، خلقان عالم در هوس بر با وفایی دو خلق. این دوستی شد مرهمی زخمی دلی افگار ما، احسن طبیبی حاذقی دردی جدایی دو خلق. دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک هنوز ریشه در تاریخ دارد. به پای دیوار این دوستی دو شخصیت فرهنگ و ادبیات، یکی مولانا عبدالرحمن جامی، دیگری میر علی شیر نوایی اساس گذاشتند. هر سال در دانشگاه ما، خصوصاً در کافدری ما، بخشیده به زادروزی میر علی شیر نوایی، چنین چهاربینی‌های بخشیده به زادروزی میر علی شیر نوایی برگزار می‌گردد و در این چهاربینی‌ها ما از اشعار میر علی شیر نوایی برخوردار می‌شویم. استادان و دانشجویان دانشگاه در چهاربینی‌ها همیشه با همند. بخشیده به دوستی میر علی شیر نوایی و مولانا عبدالرحمن جامی محفل خاطرمان برگزار گشت. قرائت غزل از اشعار بزرگان، اجرای ترانه و هم رقص‌های ملی چنان با هم آمیخته بود که بسا خاطرمان و جالب. هر سال درباره همچون رمز دوستی گشتن دو سیمای بزرگ ادبیاتمان عبدالرحمن جامی و نوایی در ماه فوریه گذرانیدیم. در چهاربینی علی شیر نوایی یا بابور و در ماه‌های من بعد مثلا دیگر سیماهای ادبیاتی ما از جمله لایق، میرزا ترسون زاده، صدرالدین عینی، ما هر ساله یادبودی این شخصیت‌های برجسته ملت رو با یاری، با کمک دانشجویان، با اشتراک دانشجویان آنها رو مثلا همه وقت به همین وادار میکنیم که آنها به قدر علم و عالمان برسند یا که به قدر شاعران برسند. همیشه یاد آنها کردن به آنها یک امید میبخشد در دانشگاه که مثلا همین سالها ما همین چهاربینی ها رو گذرانده بودیم. گفته این چیزها همه وقت خصوصا درباره دو سیمای ادبیات ما عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی، من امروز ما این چهاربینی را گذرانیدیم. محبت دو خلق، یک ملت و با دو زبان حرف میزنند، چون میگویند بسیار چیزها مانند میکنند و ما همین چهاربینی رو همه وقت با یک روحی تازه که مثلا محبت دو خلق رو برای نشان دادن سال به سال بعضی با دستورهای نو به نو این چیزها رو میگذارونیم که امروز هم ما بخشیده به علی شیر نوایی و عبدالرحمن جامی تدبیری داشتیم که در اینجا دانشجویان ما خیلی فعال اشتراک کردند، شعرهای خوب خواندند، فکرهای خوب بیان کردند. این چیز همه وقت به ما همچون عنعنه شده است. دانشجویان اکثر به ادبیات و هنر آشفتند. این عکس خود را در این صحنه‌چه خردکه دانشگاه نمایان نمود. غزل و ترانه تبدیل میگشت و در زیر آهنگ دلارا رقص دختران بسا فرح بخش بود. حضرت علی شیر نوایی گفته بودند که معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی‌حد است، فارسی هم لعل و درهای سیمینگر بینگری. گویا در راست بازاری سخن بگشاده ام، یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری. میر علی شیر نوایی و حضرت عبدالرحمن جامی. البته
ما نام این دو شخصیت بزرگ را شنیده ایم. از اشعار به همتای این دو شخصیت بزرگ بهره‌ور گردیده ایم. تمثال دوستی عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی، تمثال دوستی دو خلق و برادر تاجیکان و ازبکان می باشد و از عصرها به عصرها، از نسلها به نسلها تا زمان ما آمده رسیده است. ما با باوری کامل گفته می توانیم که در تمثال این دو شخصیت بزرگ دوستی دو خلق و برادر تاجیکان و ازبکان جاویدان خواهد ماند. حضرت جامی نوایی مهرنین سرچشمسه در سخنگویی توانایند و بس افسونگرند. نی بلالر باشدن داوروغ سالب اتکنده هم دوستی را همچو گنجی بی‌بها می پرورند. استادان کافدرا در ترغیب و تشویق زبان تاجیکی برای باز هم مکمل کردن فعالیت علمی کافدرا چاره‌های علاوگی می اندیشند. در تشکیل و گذراندن کنفرانسی های بین الخلقی و مناسبت سنه‌های مهم و بزرگداشت شاعران و ادیبان کلاسیکی فارس و تاجیک سهمی ارزنده می‌گذارند. یار و برادر از ازل ازبک و تاجیک، چون شاهبیت یک غزل ازبک و تاجیک، حیران آن رفاقتم جویم به آن قیاس، اولا بود از اصل ازبک تاجیک. ما دانشجویان خیلی خوشحال هستیم که در مملکت جان جان ما ازبکستان برای ما فرزندان تاجیک، برای ما وارثان تاجیک زبان همین گونه شرایط های فراهم آورده شده است. ما از این بسا خرسند هستیم و همیشه پاس می داریم، همیشه پاسدار زبان مادری خود می شویم. به این ملت و این خلق همیشه خدمت ارزنده خود را می گذاریم. ما دانشجویان بختناک هستیم، خیلی خرسند هستیم. شادم که در روی جهان من تاجیکم، تاجیک زبان می بالم از این هر زمان. من تاجیکم، تاجیک زبان هر جا روم، هر جا شینم از ملتم فخر کنم. باشم اگر در کهکشان من تاجیکم، تاجیک زبان. ای دهانت زیلب و لب ز دهان شیرین تر، خنده شیرین و سخن گفتن در آن شیرین تر. نرسد با لبی تو لاف سخن توتی را، گرچه هست از همه شیرین سخنان شیرین تر. شعبه تاجیکی دانشگاه دولتی ترمیز یکی از مسکن‌های علمی می باشد که مکتب‌های تعلیم همگانی تاجیکی و خود دانشگاه را با کادرهای صاحب اختصاص تامین می نماید. در این راه علم به شما استادان کامیابی‌های بی‌نظیر تمنا می نمایم، زیرا تربیت نسل آینده در ذمه شماست. برکاسه گلا برگین خانومی خانوم دردم گه دوا برگین خانومی خانوم برکاسه گلا برگین خانومی خانوم دردم گه دوا برگین خانومی خانوم بونچه زورون آلانه تسر ای خانوم بونچه زورون آلانه تسر ای خانوم ای بس میگه جوا برگی خانوم ای خانوم ای بس میگه جوا برگی خانوم ای خانوم برکاسه
گلو برگی خانم خانم دردمگه دوا برگی خانم خانم برگاسه گلو برگی خانم خانم دردمگه دوا برگی خانم خانم ملکرسم اگر ربلری خندان olsun ملکرسم اگر ربلری خندان olsun ای قند و اصل و نابادر ارزان olsun ای قند و اصل و نابادر ارزان olsun برگاسه گلو برگی خانم خانم دردمگه دوا برگی خانم خانم برگاسه گلو برگی خانم خانم دردمگه دوا برگی خانم خانم ای زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی از در کی درای من نگاهی تو کنم زنگی اندیشه به چشمان سیاهی تو کنم زنگی یک مال ندارم که زکاتی تو کنم زنگی یک جان عزیز دارم و قربانت کنم زنگی یک جان عزیز دارم و قربانت کنم زنگی زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی زنگی و زنگی و زنگی دورت گردم چی بلا قشنگی هی هی güzelim buncha tamanno qilasiz zangi aqlimni olib oshiq shaydo qilasiz zangi yo qoshni qoqib ko'zni suzib jilva bilan zangi yo lahzada yuz fitnani paydo qilasiz zangi yo lahzada yuz fitnani paydo qilasiz zangi zangi yo zangi buncha chiroyli zangining jarangi zangi yo zangi buncha chiroyli zangining jarangi oh maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor oh maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor yoram bahar du olame maza maza dorat labiyor yolg'iz sani sevar mani duxanda dorat labiyor oh maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor oyam chichi shiru shakkare maza maza dorat labiyor choqib ko'rib sharmani duxanda dorat labiyor oh maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor oy az labu az dahonati maza maza dorat labiyor istagina upar mani duxanda dorat labiyor oh maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor mullo jaloli rumi maza maza dorat labiyor gashtam azimu hayrone duxanda dorat labiyor oh maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor oy maza maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor oh maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor maza maza dorat labiyor duxanda dorat labiyor berganing menga bugun ushur saloming g'alati oldi-ku joni tanim bo'yla kaloming g'alati suv sepay ko'z yoshdan u kipriklar yo'l supuray sen misoli xo'ja men misli g'uloming g'alati 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 qo'ldagi joming g'alati 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 shirin kaloming g'alati 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 orom jonim g'alati 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 matala mutonim g'alati baro yakot niqob kun hurli qo'y bayka babu yakot gulob kun hurli qo'y bayka bala bakot sharob kun hurli qo'y bayka holi mana xarob kun hurli qo'y bayka yuzginanga gulob qil hurli qo'y bayka labginanga sharob qil hurli qo'y bayka meni azoblab yorim hurli qo'y bayka zabun holim xarob qil hurli qo'y bayka 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 ey jon mahbubam mahbubam xoli labato girib shoyi dilime ya jonam onda
داد بیداد دلم به فریاد رسید. لبین سرچشمه آبی بقا دور، yüzün آینه حوری لقا دور. قدین نورسته مثل چمن دور، خطین گلغنچه مشکی خوتن دور. عاشقlar bazmıdan bu bir hikoyat ki cennet hurları şaddur bagayat.